عجیب است، بسیار عجیب است. الله سبحانه و تعالی به الله قسم بنده خود نمیخواهد که به جهنم بندازه. الله خواسته که بنده های خود به اشکال متنوع گناهش معاف بکنه و یا را مستحق جنت بگردانه. ولی تو بنده استی که غافل استی، تو بندستی که از اعلامی که الله میکنه خبر نداری. آیت برات خواندم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین، ای بندگان ما، ای بندگان ما، کدام مردم اسرفوا علی انفسهم که زیادت کردن، از حد تجاوز کردن بالای نفسای خود. هر انسانی که گناه میکنه به نظام الله هیچ تغییری نمیاره، به الله هیچ نقصانی رسانده نمیتونه. هر انسان گناه میکنه، ظلم سر خود میکنه، نفس خود به عذاب الله، به غضب الله پیش میکنه. ولی الله سبحانه و تعالی چقدر مهربان است، چقدر رحمان است، چقدر رحمان است. پیغمبر خدا میگه بگو به بندگان ما، بگو به بندگان ما که گناه کرده، انواع گناه ها را کرده، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوی، مایوس نشوی. رحمت الله وسیع است. الله اکبر. الله لازم گرفته وسعت رحمت خدا، نوشته کرده رحمت خدا. بیایید ای روزا در وقت افطار دست بالا کو، گریان کو که الله اینقدر نعمتهای تو را من استفاده کردم اما شکر گزاری نتانستم. اینقدر لحظات ما به هیچ دیر شد، اینقدر لحظات ما به گناه دیر شد، اینقدر لحظات ما آزار و اذیت بود، دو دشنام بود، فقط نیت و اراده خراب داشتم. الله چه بهترین فرصت قبول کردن دعا را برای ما نصیب کرده ای. الله ما بسیار محروم میشم اگر امروز دمی روز دعای ما قبول نشوه. الله اگر ما دعای مستجاب نشوه سخت محروم هستم. خدا الله اگر هر قدر گناه دارم، یقینا گناه دارم، معصوم نیستم، انسان خطاکار هستم، اشتباه میکنم، نسیان میکنم، جاهل هستم از عاقبت گناه، از انجام گناه. لیکن یک امر دارم، یقین دارم الله که تو رحمان هستی و بخشش میکنی گناه را. الله تو رحمان هستی، بخشش میکنی گناه را. من مایوس نیستم اگر کل کوهاور گناه دارم، از رحمت تو مایوس نیستم، چرا خود گفته ای لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله مایوس نشو. ای بنده ما، ابلیس تو را مایوس میسازه، از همون خاطر دامن تا اعلام میکنی که بام کلگی متر شوه، نکو اتر. الله اکبر. حدیث ابی هریره رضی الله عنه را خواندم، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما لو اخطأتم حتی تبلغ الشمس، اگر شما خطا کردی، گناه کردی تا اینکه ماستاب برسه، گناه بکنی که تا ستاب برسه، بازم لطاب الله علیکم، الله رجوع رحمت بالایتان میکنه. لطاب الله علیکم، رجوع رحمت بالایت میکنه. ای بنده، اینمی ماست. سوال بکن از الله متعال، گناهی تا حالتی تا چقدر احسان الله قطعت کرد. یک ماه مکمل خوراک سرت بند نکرده، مکمل نوشاک به طور کلی بند نکرده، محدودیت گذاشته از یک وقت تا وقت دیگه. احساس کردی گرسنگی را؟ احساس کردی تشنگی را؟ احساس کردی گرمی را؟ کردی احساس؟ اگر فرمان الله را نبری، اگر 4 دقیقه ای برق بروه و پکا استاد شوه، عرق میکنیم، جان ما تنگ میشه، خدا شور میدیم. در اون حالتی که دستای آدم بسته باشه و آتش بری میزنه، آتشی که الله دردانه، او را چطور دفاع میکنی؟ تو توان مقاومت داری در این قعر جهنمی که اگر سنگ پرتی 700 سال میره پایین، در اینجا چی میکنی؟ و بنده یادی بیار، و بنده آخرت عقیده داری، جهنم عقیده داری، نافرمانی الله را تو کی بکنیم؟ تو کی نافرمانی الله باشه؟ کدام موقعی است برای تو الله فرصت میده؟ رمضان میاره،
تو از این رمضان درس بگی، فقط محدودیت سرت کن. چقدر تشنه و گشنه شدی، چقدر اونجا زقومی که میخوری که نایوگنی برای تو یک دفعه نمیکنه من الجو از گرسنگی را. بخو این چیز نیه، لیکن بگاه شربت جور کرده ای، بگاه آبی سرد جور کرده ای، لیمو انداخته ای، بسیار به لذت میخوری. اگر دو زمانی که ریم جهنمی همه و تو خورده رایستی، این را چه قسم میکنی؟ یک مرتبه به ذهنت بیار، یک مرتبه متوجه شو. ای بنده به الله قسم، احسانات الله آنقدر است، آنقدر بی پایان است که انسان شمار نمیکنه. کل عمر وجودی تو محتاج به الله بود، هر لحظه محتاج به الله بودی و کل نیازهای تا الله پورا کرده داده. عمرت شمار کن، 70 سال عمر داری، 70 سال اعضای وجود مکمل اتوماتیک کار کرده. یک دقیقه اپندکس میشی، در پیش دکتر جان میروی، به الله قسم اگر پرسان کنی که چند میگیری، زود دکتر صاحب میگی دکتر صاحب جان الان زود شو که بیادرم اپندکس شده، 1 ساعت باقی مونده، اگر عملیات نشوه از بین میره. دکتر صاحب چاپلوسی میکنی، دکتر صاحب پول میکشی برش میگیری، فیصله نمیکنی. آنقدر تشکری، آنقدر قدر، آنقدر احترام، آنقدر اکرام به یک دکتر صاحب برای 1 ساعت فقط رودت خورده، پس او را عملیات کرده، قطع کرده، وصل کرده. یالله که اینقدر عمر احساناتش تو دیدی، لمس کردی، مشاهده کردی. ای بنده گناهگار، تا کی از الله فرار میکنی؟ تا کی میگریزی؟ تا کی این قوت برای تو موجود است؟ تا کی این حیات و زندگی برات موجود است؟ برای تو در ذهن دیگه ساعت دیگه میمرم، فشارم بالا میره، ساعت دیگه تکر میکنم، ساعت دیگه سرطان میشم. به الله سبحانه و تعالی رفتنیستم. یا الله چی کردم؟ رمضان آمد، لحظات و نسیم توبه کردن بود. الله کدام ذات است؟ الله را بشناسیم کدام ذات است؟ الله اکبر. ابی موسی اشعری رضی الله عنه میفرما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله عز وجل، یقینا نور الله که عزیز است، عزتمند است، ارادهش نافذ میشه، حکمش میچله، هیچ کس اراده از او مانع شده نمیتونه. و او ذاتی که عظیم است، جل است، بزرگ است. او چی میگه؟ یبسط یده باللیل، دستی که لایق شان الله است میگسترانه در شب. چرا میگسترانه؟ هموار میکنه. لیتوب مسیء النهار، به خاطر که توبه کنه کسی که در روز گناه کرده. الله دست دراز میکنه به گناهگارا که توبه بکنه تا الله توبهشون قبول کنه که روز گناه کرده. و یبسط یده باللیل و یبسط یده بالنهار، دستی که لایق شان الله دراز میکنه در روز. لیتوب مسیء اللیل، به این خاطر که رجوع بکنه کسایی که در شب گناه کرده. حتی این معامله قطعی تو بنده غافل، قطعی تو بنده باغی، قطعی تو بنده جاهل، قطعی تو بنده که هیچ الله را نشناختی، نه رحم الله را، نه معرفت نعمت الله را، لیکن الله بتالی معامله را قطع داره. حتی تطلع الشمس من مغربها، تا ای که آفتاب از مغرب طلوع بکنه. الله در توبه را نمیبنده در روی تو. ما بگوید که با وسع اینقدر رحمات الله انسان بازم مستحق جنت الله نگرده، مستحق مغفرت الله نگرده، ای آدم مستحق جهنم نباشه، ابد الابد نباشه.